السادس صح. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. ششم از عملی که انسان از مسلمان از اسلام میبرد کافر میکند، مرتدش میکند، کسی که مسخره کند یکون چیزی از دین رسول را، یا که ثواب الله را مسخره کند یا که عذاب او را مسخره کند، کافر میشد. مثلا میگوید که با جنت بود یا با نداری و زن ها بود است با میوه ها مشت میخندد مسخره کند، کافر میشد. یا که میگوید که مثلا با عذاب بود یا همه قدر چیزای جهازها هست یا اون کس کامرا نموده در دل قبل چقدر عذابی ها میگوید که مسخره ها میکنن، اعوذ بالله، کافر میشد. کافر میشه، زنش طلاق میشد، زندار باشد. مفهوم؟ شارح میفرماید السادس من انواع الرده، یعنی ششم از نمودهای مرتده الاستهزاء بما انزل الله، و نازل کرده الله مسخره کردن، او بشیء مما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله، یکی یگون چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده استهزاء مسخره کردن. ولو کان من السنن، گرچه که سنت مسخره کند، والمستحبات، سبحان الله چیز مستحب. چقدر مسخره میکنند این اهل سنت و جماعت، اینا دستاشون میبردارن، اینها خیلی میکنند، خصوصا ملاهای احمقی که در قزاقستان هستن، گرچه که در خود ما یعنی که هستن. کسواکی و قص شاربی، مانند مسواک کردن و چه موی لب زدن و اخذ شعر الابتی و موی زیر کشت را گرفتن، موی زیر بغل گرفتن، و تقلیم الاظافر، یا که قلمچه کردن ناخنها، این ناخنها رو گرفتن، قلمچه کردن یعنی که ناخنها رو گرفتن. اینا چه میگوید؟ اینا با سنت بدونه، این چه گفته مسخره میکنن. اذا استهزأ به صار کافر، اگر این چیزا را مسخره کند کافر میشه. الدليل على ذلك قوله تعالى، دلیل به آن چیست؟ دلیل به آن قول الله سبحانه الله تعالی است که میفرماید ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. اگر قسمیاد از ایشان بپرسید، اگر اونها را بپرسید این کارا را چی بکردی ایستاده؟ چی به مسخره کرده ایستاده دریشدارا را؟ برای چی یعنی که این برادرای اهل سنت و جماعت شما مسخره میکنه؟ گفته بپرسید لیقولون، در جواب چنین میگویند که انما كنا نخوض، ما فقط یعنی که چیکار هم تو برای خاطر آرامی نفس، خرسندی نفس ما چیکار میکردیم؟ همین گپا را یعنی چیکار میکنه؟ در سخن ما داخل میکردیم. و نلعب، مثلا یعنی که ما بازی میکنیم، شوخی میکنیم، ما هزیل کردیم. فهمیدید؟ قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، بگو برای این بدبختا نخواست شما به الله مسخره کنید، نخواست شما به آیات الله مسخره بکنید، نخواست شما به پیغمبر او مسخره کنید. کنتم تستهزئون، مسخره میکردید، تحقیر میکردید. این چیزی که شما گفته ریش گفته، این گفتی الله، این قلمچه کردن این گفتی به الله و پیغمبر است، قلمچه کردن ناخنها و دیگر چیزا. لا تعتذروا، یعنی مشغول نشوید به عذرخواهی کردن. عذرخواهی کردن یگو فایده به شما نمیبخشد. قد کفرتم، شما کافر شده داخل، یعنی کفرتون آشکارا کردید. بعد ایمانکم، بعد از که شما ایمانی آشکارا داشتید، همون ایمانی آشکاراتون به کفر آشکارا ویران کردید، کافر شدید. فالذی یستهزئ بشیء مما جاء به الرسول صلی الله علیه و فرضا او واجبا او سنه فانه یکون مرتدا من عن دین الاسلام. اون کسی که یگان چیزی آورده پیغمبر صلی الله علیه و استهزاء میکنه، مسخره میکنه، تحقیر میکنه، خواه فرض باشد، خواه واجب باشد، خواه سنت باشد، البته اون مرتد میشود از دین اسلام. فهمید؟ چقدر مسخره کرد دیگه اون مولای قزاقستانه که قشلاق حرام کرده گشته، چقدر یعنی چندین بای مراتب بای بخارا رو خونده تمام کرد دیگه. امام خطیب شده گشت دیگه، صدقی امام، این خیلی اینا رو امام خطیب گفته، امام خطوک میبینه. فهمیده؟ مسخره کرده. این سلفی ها اینا چقدر برادرای اهل سنت و جماعت تحقیر کرده دیگه. اینا مرتد شده دیگه، حکم اینا مرتد. این جاهل نیست، این مردم دهقان نیست، اینا رو دهقان نمیگوید که یک جاهل. اینا امام این کار کنه و مرتد میشه. ما بالكم بالذي يقول اعفاء اللحية وحف الشارب
وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور. بس شما چی میگه در حق اکن اون کسانی که میگن که این ریش دراز تر دادن، موی لب کوتاه کردن و موی زیر کشت گرفتن و پیوندهای میان انگشتان دست و پا را شستن، میگن که پیوندها رو میره اینا رو شستن، اینجا مثلا جمع نمیده، بعضا آب نمیداره که اینجا رو شستن، پیوندهای بین انگشتان دست و پا را شستن، اینا براجم میگن. هذه قشور، اینا یک سخنهای بیهوده و ناچیز بیکاره هم، مردم بیکارش ریش میماند و بیکارش موی لب میزنن میگن. کسی این گپ گفت هذا هو الاستهزاء بدین الله، این به دین الله مسخره کردن است. با از همه بدبخت‌ترین ملاها اون کسانی که میگن که این ریش درست سر دادن این در اسلام نیست میگن. فهمیدید؟ با خودشون خود میمون چیه؟ کوتاه کرده میگردن و هم مسخره میکنن. و دیداری دولت هم ندارن، دیداری خلق ندارن، دیداری یکم اهل سنت و جماعت ندارن. فهمیدید؟ ریششون کوتاه کرده میگردن به مانند اون خیلی که اون لینین اگمده جاغش داشته. اعوذ بالله. باید مشکلی در چیست؟ مشکلی در آن است که جایزه میگوید نوم الله گم میزنه، پیغمبر گم جایزه میگه، مردم بیسواده میفریبند. اذا قالوا هذا الشيء ولو كانوا هم يعملونه، اگر همین چیز بگویند، همین سخن بگویند، اول کتابو در صد میافته خوب، ولو كانوا هم يعملونه، گرچه که خودشان به همین عمل میکردگی باشند دیگران رو مسخره بکنند، فانهم يرتدون عن الدين، از دین مرتد میشن. والله کارمندان دولت من دیگه اصلا احترام میکنه بیش دارن، خادم دولت هستند، ارگانند کار میکنن، این خیلی تحقیر نمیکنن مثل که این بدبختای ملاها تحقیر میکنن. لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله، زیرا اینکه این کار نقصان پنداشتن، کمبودی نقصاندار کردن آورده پیغمبر علیه الصلاه و السلام است. فالواجب تعظیم سنت الرسول صلی الله علیه و سلم، واجب از آن عبارت است که عزت و احترام کردن سنت پیغمبر و احترام کردن وحتى لو ان الانسان وقع في شيء من المخالفه لهوى في نفسه فانه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحترم السنن ويحترم الاحاديث ولا يقول هذه قشور. نگاه کنید چی میفرماید. گرچه که این انسان واقع شود در یک اون چیز از این مخالفات ریش نمیماند، گرچه که خودش یک مخالفین ریش نمیماند، برای خاطر یک خواهشات نفسانی خودش یا که از طرف دولت منو به فشار میبرن، یک سبب ها پیشنهاد میکنن، گرچه که این عذر نیستن، لیکن احترام باید کنه سنت پیغمبر، احترام باید کنه همه سنت ها را، احترام باید کنه حدیث های پیغمبر، نباید که گوید که این قشور یعنی چیز خنای صفصتای بیکاره. و همین صحبت آخه برای پدر، برای گذشتگان، برای شاعران پیشینه اهل اسلام نگفتی که ریش داشتن که بیا نه. شیخ الاسلام میفرماد و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله تعالی میفرماد ولی ان سألتم، اگر از ایشان بپرسید یعنی سبب این کارا این مسخره رو چرا میکنن، لا یقولون، میگن چی؟ انما كنا نخوض و نلعب، ما چیکار میکردیم؟ نخوض، ای ندخل فی الكلام الترویع، یعنی که ما همین گپ سخنات از سخن در اومد گپ میدروره ری ترویح النفس، برای نفس ما آرام شود، خاصه هم نشتیم زغ نشویم دوستان، چخچق میکردیم و نلعب یعنی هزیل میکردیم. قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، برای این بدبختا بگو که آیا شما با الله و با پیغمبرش و با آیاتهای او استهزا میکنید؟ کنتم تستهزئون، مسخره میکنید، تحقیر میکنید. لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، عذرخواهی کردن شما که دیگه فایده ندارد. قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی کفر شما ظهور گشت بعد از که ایمان شما ظاهر بود. ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه، اگر چنده که از بعضی شما گذشت هم بکنیم برای خاطر توبه کردنشون و برای خاطر اخلاص خوب داشتنشون از اونها گذشت بکنیم، میفرماد الله سبحانه و تعالی نعذب طائفه، یک طایفه دیگه چیکار عذابشون میکنیم. به سبب چی؟ بانهم كانوا مجرمین، چون که مجرم بودن، جنایتکار بودن، یعنی که در نفاقشون استادگر بودن. نه
وقال الشارح سبب نزول الآية أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهم مسلمون، ثم في مجلس صاروا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله وأصحابه. نگاه کنید سبب نزول آیت چیست؟ یعنی با کدام سبب این آیت نازل شد؟ یک دسته همراه پیغمبر علیه السلام، یک دسته مردم، یک جماعت همراه پیغمبر علیه السلام بودن در جنگ تبوک و یا مسلمان بودن. بعد از آن در یک مجلس نشسته چنین گفتند که ما مانند این قاره های خدا ندیدیم در زبان دروغگو و در شکم یعنی که رغبت دار دائم غمی اشکم میخوردگی کسها و چه و در وقتی با دشمن روبرو زدن ترسون چکتر رنگ اینا ما ندیدیم. در مجلس شستنه طعنه زدن این قاری های ما، این قرآن خونای ما فقط یعنی که دروغگو و غمشون غمی اشکم چه جای افقاد باشد افقاد خوریم و اما در وقتی روبرو زدن با دشمن همه ترسون چک همینو هستن. کره در نظر داشتن یعنون رسول الله و اصحابه، یعنی ویها که در نظر داشتن رسول الله را و صحابگان او را. سبحان الله، دیده پیغمبر مسخره کردن و اصحاب او را. و کان معهم شاب من الصحابه، همراهی و یک جوان بود از صحابگان. فاغتاظ من هذا الكلام، در غضب آمد از این کلام. جوان از اسلام چنان واقف خبردار بود که این سخن یعنی سخن کفر بودنش مرتد بودنش حس کرده، چیکار کرد؟ در غضب آمد. کنه این جوانا مستفیده و به عقل به فراسدن با این جوان اگه جا میفهمد جوانا ما باید که از این مستفیده علم و آداب و تعلیم گیرن. امروز مستفید و موسیا و یعنی یا شوپیر اما سر و سرگردون دایده گشته بی سبب در غضب آمد و ذهب یبلغ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بما قاله القوم، رفته با پیغمبر علیه السلام رسون این سخنی که این قومی بیخیرات گفتن. فوجد الوحی قد سبق، بیاد که نزد پیغمبر آمد که الکی وحی از این پیش آمده است، یعنی الله سبحانه و تعالی از این جوان پیش خبر آورده چیکار کرده است رسونده. اون معنا نداره که این بیش آواره شد، نه، این موافق بودن خبرش بینه که الله سبحانه و تعالی خبرش به وحی موافق کرد. این خیلی نشد که اومد بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله این راست میگفته باشه یا پرسیده ماند از الله سبحانه و تعالی که این جوان خبر آورد واقعا و یا در این کاری بد رفتیدن، کاری ناس کردن، کاری بد کردن، منتظر نشده. آمد که الکی چه که ها وحی آمده است. این موافق آمدنی چه خبر میگوید. در این حین یعنی چقدر صحابه موافق آمدگی هستند. در عمر نه میبیاد که چه فوجد الوحی قد سبق فجاء القوم، قوم فهمیدن، مردم فهمیدن که آیه نازل شده حقشون. فجاء القوم یعتذرون، مردم اومدن عذرخواهی کردن. لما علموا ان الرسول اطلع، وقتی که دونستند که پیغمبر آگاه شده است، خبردار شده است علیه السلام علی ما دار فی مجلسهم، یعنی که اون سخنی که دور زده بود در مجلسشون. و قام، پیغمبر علیه السلام خیست، معذرت وقام واحد منهم، یک نفر از اون منافقا یعنی که خیست و تعلق بنسعة ناقة النبی صلی الله علیه وسلم، یعنی قپید پیغمبر علیه السلام در روی اشتر با راکب در بالای اشترش سوار شدگی بود. آمد یک کس آویزان شد، خودش علاقه کرد در تصمیه که یعنی که ذهنی اشتر بسته می شود، در همون تصمیه اشتر خودش آویزان کرد و عذر خواهی کرد و قال یا رسول الله اننا نتحدث حدیث الرکب، ما هم تو گپ زده ایستادگی بودیم. خیلی که عادتا مسافرها گپ میزنن که سفر ما چی شود گفته کوتاه شود گفته، حدیث الرکب گفته، یعنی که ما خیلی که همون مسافرها گپ میزنن که یگون صحبت میکنن که مقصد چیه وقت ما تیز گذرد گفته، همین خیلی فقط گپ کرده چک کردیم. نقطع به عن السفر، چیکار میکردیم به این سخنها؟ ما فقط میخواستیم که سفر ما رو چیکار کنیم؟ قطع
کنیم کوتاه کنیم ما قصدنا الاستهزاء ما مقصد مسخره نداشته بودیم و انما قصدنا المزح ما فقط یعنی که شوخی کردن مقصد داشتیم و رسول صلی الله علیه و سلم لا یلتفت الیه پیغمبر علیه السلام نگهش نکرد فهمیدید پیغمبر علیه السلام بروی او مایل نکرد نگاه نکرد و انما یقرأ علیه هذه الآیه و گفته ایستاد است و عذر خواسته ایستاد است پیغمبر علیه السلام قرائت میکنه ولا ان سألتهم لا یقولن انما كنا نخوض ونلعب اگر از ایشان بپرسی چرا این کارای نامعقوله رو کردید میگویند که ما فقط یعنی که چیکار میکردیم یعنی خوض یعنی که در سخن برای آرامی نفس یعنی این سخن رو داخل کردیم و نلعب یعنی که شوخی میکردیم بگو ابی الله و آیاته و رسوله آیا شما با الله و با آیات او و پیغمبر او کنتم تستهزئون مسخره میکنید تحقیر میکنید لا تعتذروا عذرخواهی نکنید فایده نیست یعنی عذرخواهی کردن با شما یکون سود و فایده نمیباشد قد کفرتم بعد ایمانکم واقعا شما کافر شدید یعنی کفرتون ظهور گشت بعد از ایمانتون یعنی بعد ایمان شما ایماندار بودید و کافر شدید لاحظ قول نگاه کن میگو شیخ لاحظ یعنی انظر نگاه کن میگو به سخنی پروردگار میفرماید قد کفرتم بعد ایمانکم شما کافر شدید بعد ایمانتون فدل على انهم قبل هذه المقاله كانوا مؤمنين این اون دلالت میکنه که پیش از این سخن گفتنشون ایشان چی بودن كانوا مؤمنين مؤمن بودن فلما قالوها وقتی که این سخنکی گفتن ارتدوا عن الاسلام از اسلام برون بودن و هم یقولون هذا مزح و چی میگفتن این یعنی که شوخی است میگفتن لان امور الدین لا يمزح فيها زیرا اینکه کارهای دین امور دین مسخره کردن نمیشود شوخی نداره یعنی که دین شوخی ندارد فقد كفرهم الله بعد ایمانهم واقعا الله سبحانه و تعالی بعد از ایمانشون و اینها را الله کافرشون گفت نسأل الله العافیه از الله سبحانه و تعالی عافیت مند را میپرسیم که مبادا از همین چنین سخنها چنین بلاها گرفتار نشویم فهذا دلیل على ان ما سب الله او رسوله او کتابه او شیئا من القرآن او شیئا من سنت الرسول این آن دلالت میکنه کسی الله را دشنام میدهد پیغمبرش دشنام میدهد کتابش دشنام میدهد یگون چیزی از قرآن یگون چیزی از سنت پیغمبر چیکار دشنام میدهد انه یرتد عن الاسلام و از اسلام میبراید و این کان یمزح گرچنده که شوخی میکرده باشد و این الذين یقولون انه لا یرتد در کجا موندن اون کسانی که میگن که هیچ کم نه مرتد نمیشود میگن الا اذا نوى من قلب اگر نیتش در قلبش یعنی که نیتی بد داشته باشد چه بد میشد فلو سب الله والرسول او القرآن گرچنده که الله را حقارت کند پیغمبر حقارت کند و قرآن حقارت کند ما نحكم علیه ما حکم نمیکنیم الا اذا كان اعتقاده تا یعنی اعتقادش همین خیلی نباشه چخیل باشه یک کس الله را حقارت کرده من میگم که تو اعتقادت کنید نه من اعتقاد نکردم تو حقارت کرده گشت یعنی باشه کافر نیست یک بی عقله ها من چی گفتم یعنی من تاجیکش گفتم یعنی اعتقاد کرده باشه اعتقده فهمیدی یعنی در اینجا اعتقادش کنه یک کس به زبونش دقت کوچک الله را دشنام داده گشته سنت پیغمبر را دشنام داده گشته من میگم که این کافر نبیاد که این مونه این جنگیه نباشه دیوونه این سرش دیگه نباشه باید چی کنم اگر گفت که نه جنگیه نباشه بسیار که خیلی امام جنگیه اما جوی جنگی منبر نیست جوی جنگی جنگخانه يحتاج بتبوبته ما نحكم عليهم بمجرد التكلم او التلفظ او الفعل ما فقط يعني بقاب زدنشو وتلفظ كردنشو بين كردنش ما يعني كي حكم نميكنم عليه من اين اتوا بهذا الكلام این گپ کجا آوردن و هذا القید این قید از کجا آوردن با قید کردن که مایل به زبانش گفته باشه و دیدن که در قلبش تو قلبی دیدن اساسا نمیتونی هم خلاص الله حكم عليهم بالردة الله بونها مرتد شدن گفته حکم کرد و هم یقولون و هم میگفتن که كنا نخوض گفتی شدن که نیتشون كنا نخوض ما چخیل مرتد شدیم بودیم ما نخوض یعنی چیکار میکردیم ما در کلام در آمدیم برای خاطر چی برای خاطر راحت دادن خود ما و نلعب یعنی که ما شوخی میکردیم هم مؤمنون بالله و ها ایمان داشتن به الله و رسوله و پیغمبرش پیغمبر چیه؟ و یا ایمان داشتن
موحدون موحد بودن. ولكن لما قالوا هذه المقالة وقتی که این سخنکی گفتن الله جل وعلا قال الله عز وجل چنین فرمود قد كفرتم بعد ایمانكم واقعا شما کافر شدید بعد از ایمانتون. ولم يقل ان كنتم تعتقدون هذا الله نگفت که اگر شما همین گفتگیتون اعتقاد داشته باشید و کافر شدید. نسأل الله العافیه. الله عافیت میپرسید. فيجب ان الامور تنزل منازلها واجب است هر یک کار در جاش موندن. فهمیدید؟ واجب است شیخ میفرماد که هر یک کار در جای خودش موندن، بیره کردن در کار نیست. ولا نتدخل فيها بزیادات و حال نداریم در اون یکون چیز زیادی دخالت بکنیم او نقص یا یکون کمبودی صادر کنیم او تقییدات من عند انفسنا یا یکون چیز قید کنیم که نیوای با قلبش دیدن نکنه. دین داشتم داده گشته، سنت داشتم داده گشته، ما میگیم چی نیاول مونت با یکون چیز باید قید کردن نکنه که این به دلش هم گوش داده که دلش خپه. اللهم سأل عن عقیدتهم. الله از عقیده اونها نپرسید. ما ذكر انهم يعتقدون يعني ذكر نکرد که ویا اعتقاد دارن. بل حكم عليهم بالردة بعد الإيمان بل که علیهم اونها حکر مرتد شدن گفت بعد از ایمانشون. قد كفرتم بعد ایمانكم گفت. رتب هذا على القول يعني این رو داد از پشت سخن. رتب هذا على الاستهزاء این رو داد از پشت استهزاء کردن. ولم يقيد این قید هایی که اینا میگویند که این خیلی میگوته قلبش نه اینا را یعنی که چیکار نکنه الله قید نکرد این قید ها. الانسان اذا تكلم بكلمه الكفر انسان وقتی که کلمه کفر حرف میزند و هو غیر مکره یعنی مجبور نباشد يحكم عليه بالردة حکم کرده میشد علیه او مرتد شدن را. اما ان کان مکرها فهذا لا يرتد. اما اگر مجبوری باشه او را لطش کردن تهدیدش کردن این یعنی که مرتد نمیشه و از دین نمیبراید. این بود یعنی که ششم نوعی شکننده های اسلام یا که گویم مرتد شدن. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا و بارک الله فیکم.